امامعلی رامون پرزیدنت تاجیکستان در پیام سال نویش سال 2020 را یکی از سالهای از هر لحاظ وزنینترین در تاریخ انسانیت عنوان کرده و هشدار داد که گرچند بیماری سرایتی کرونا ویروس در کشور ما قریب به نیستی رسیده است، ما باید من بعد نیز هوشیار باشیم، با بی‌پروایی و فارغبالی را ندهیم، مصلحت و توصیه های طبیبان، متخصصان و قاعده های بهداشتی شخصی و جمعیتی را به طور قطعی رعایت نماییم. امامعلی رامون همچنین از احتمال کمچین شدن مواد غذایی، بالاروی نرخ‌ها و به گرسنگی و فقر گرفتار شدن میلیون ها نفر در سراسر دنیا هشدار داد و گفت ساکنان تاجیکستان باید از هر یک وجب زمین کارم از جمله زمین‌های نزد حوالگی و پرزیدنتی عاقلانه استفاده برند. ما این کار را با در نظر داشت مشکلات ذکر گردیده وابسته به اوضاع باید در سال 2021 نیز ادامه دهیم. باز هم بیشتر زحمت کشیم تا که به کمچینی محصولات و بالاروی نرخ‌ها در بازار استعمالی را ندهیم و مردم تاجیکستان به تنقیصی و محتاجی گرفتار نشود، گفت پرزیدنت تاجیکستان. او همچنین اهالی را به مناسبت بسیار جدی به صرفه و سرشتکاری در همه جنبه‌های روزگار قبل از همه به استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق، مواد غذا و رعایت حتمی طلبات قانون تنظیم دعوت کرده و گفت اگر ما می‌خواهیم که فصل زمستان را بی عذاب و مشکلی گذرانیم و ضرورت محدود کردن انتقال برق پیش نیاید، باید هر یک عائله، تشکیلات و مؤسسه‌ها و کارگاه و کارخانه‌ها به استفاده صرفه‌کارانه و با انصافانه نیروی برق در دوره زمستان اعتبار اولین درجه دهند.